شویی چی میکنه؟ شویی؟ میکپن این نمی خیلی میکنند. ببینید که جوانان این امت به کجا رسیدند. با این صحنچه های دور از اخلاق به حیایی و بد اخلاقی را تشویق می کنند. حالا این یکی از صدها نواری است که اینها پرنک و پریکال گفته برای برادران و خواهران ما نشان می دهند و آنها را به بی‌حیایی و بد اخلاقی می کشانند. شما خود قضاوت کنید که این گونه صحنه های بی‌حیایی چقدر در اخلاق جوانان و نورسان تأثیر بدی خود را می گذارد. صحنه های خیانت زن و شوهر با رمز و کنایه از همخوابگی و علاقه نامشروع صحبت کردن و غیره مگر تأثیر بدی خود را به جوانان نمی گذارد؟ جوانان و نورسان وقتی چنین صحنه ها را ببینند چی فکر می کنند؟ به ذهن آنها چی می آید؟ آیا باری هم این را فکر کردید؟ مراجعت من به تمام حجونگاران، به تمام ریب سرایان و سرایندگان است. از الله بترسید و بیش از این امت محمدی را به بی‌حیایی نکشانید. به خاطر شهرت و آبرو و پول ناچیزی که از این راه به دست می آرید آخرت خود را برباد ندهید. از این کارهای شیطانی دست بکشید ورنه انتظار عذاب دردناک از جانب الله باشید. خداوند در قرآن کسانی را که تنها دوست داشتند که در بین مؤمنان بی‌حیایی پهن شود برای آنها عذاب دردناک وعده کرد. آنها فقط دوست داشتند، خود آنها بی‌حیایی را پهن نکرده بودند. پس شما که خودتان بی‌حیایی را پهن دارید آیا از عذاب الله نمی ترسید؟ الله رب العالمین می فرماید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما می آید به سبب گناهانی است که شما انجام داده اید. واقعا جای تأسف است که جوانان ما، انسانهای حتی دیانتدار، کسانی که نمازخوان هستند و از شریعت آگاه هستند، خود آنها چنین پرنک و پریکال ها را تماشا می کنند و باز می خندند. بسیار جای تأسف است. برادران و خواهران عزیز، چنین نوارهای شیطانی را دستگیری نکنید. لایک مونده به دیگران نرسانید. شما دارید با دستان خود بی‌حیایی بد اخلاقی را در جامعه پهن دارید. از الله بترسید برادران و خواهران عزیز.